حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه میگن من لم يعرف الجاهلیه لا يعرف الاسلام. هر کسی که جاهلیت رو نفهمد و نداند اسلام رو نمیفهمد. برای همین ما به شما جاهلیت رو نشون میدیم. صاغه الرحمن بالنعم. میگیم که من این جاهلیت است. بعد الله گفت که بعد بزرگی خودش نامی پدر و مادر گفت. گفت ای مردم من در بالا خدایم، در خانه تون پدر و مادر خدا. یگان جین ای دور حضرت سلیمان علیه السلام نداری صدقه ارواحای گذشتگان چند؟ این شرک است، این کفر است. شما جاهلیت رو شناختید. پس جاهلیت رو شناخته باشید، بیرون از جاهلیت یعنی این اسلام است. عمر بن الخطاب رضی الله عنه میگن که اسلام انسان رشته به رشته، قدم به قدم، سینه به سینه نابود می شود وقتی که انسان جاهلیت رو نمی آموزد و نمی فهمد. از همین جهت ما وقتی که توحید رو می آموزیم باید جاهلیت زمان خودمون رو، اونهایی که به شرک واقع شدن، بیاموزیم و بدونیم چه خیلی که امروز در توحید ربوبیت آموختیم و دیدیم و این چنین جاهلیت زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیاموزیم و بینش قیاس کنیم که امروز جاهلیت هم مثل همین جاهلیت است، اون روز هم مثل امروز است. و نگفتنمون که البته صوفی هایی که امروز وجود دارد اینها عقیده‌اش اشعری و ماتریدی است و برزم این با بعضی از دیگر چیزها دارد که اینها هم در افعال الله سبحانه و تعالی جهمی است، یا که در مسئله بگویم تشبیه کردن مخلوق به خالق صوفی ها هم صوفی رافضی اینو عیناً به شرک ربوبیت واقع شده است. بارک الله فیکم.